امیر المؤمنین علی رضی الله تعالی عنه با یک یهودی پیرامون لباس جنگیش دعوا دارد. آیا قاضی را به دارالخلافت یا به ارگ خواست؟ نه خیر، به حیث یک انسان عادی و یک رعیت خیلی عادی عریضه خود به قاضی خود پیش کرد، به قاضی شریح عریضه کرد که لباس جنگی مرا فلان شخص یهودی سرقت کرده است. قاضی حضرت علی را خواست و مدعی علیه را خواست. ببینید قضا فوق الخلافه. خلیفه در اینجا به حیث یک فرد عادی لباس خلافت دور بماند، لباس پادشاهی را دور میماند، به حیث یک فرد عادی داخل اداره قاضی یا شعبه قضا می شود. هر دو استاد هستند. حضرت علی را گفت که شاهد، گفت که حسنی بچه، گفت خودت میدانی، در حالی که میفهمی که علی کی بود؟ قاضی القضات حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، مشاور ارشد و قاضی حضرت عمر در طول خلافت حضرت عمر بود، حضرت علی رضی الله تعالی عنه. گفت خودت میدانی که شهود ناقص است. گفت چرا؟ گفت شهادت یک فرد کفایت نمیکنه، شاهدی دیگر یک. دوم، شهادت فرزند برای منفعت پدر قبول نیست. بالاخره فیصله کرد با لباس جنگی علی برای یهودی و چند قدم هم که یهودی رفت و به شک یمو دین است که در تورات حقانیتی از او را ما خواندم، لا اله الا الله محمد رسول الله. پس علی آمد منفک کرد شریح از قضا. وقتی که آمد به پیشانی مبارک علی چین بود، قاضی شریح فهمید که ناراحت است. ناراحتی به خاطر از این نبود که فیصله به یهودی می شود و خلیفه مسلمان ها محروم می شود، نه. گفت که عدالت به شکل درست تأمین نکردیم. گفت چرا؟ وقتی که من داخل شعبه قضا شدم به من بیشتر نظر میکردیم، در حالی که قاضی نظرش باید مساویانه باشد. اگر یک نظری بر روی مدعی میکنه، نظری دومش بر روی مدعی علیه باشد. دوم، مرا ابوالحسن گفتی و مردکر نامش گرفتی. در اصطلاح عربی کلمه کنیه به احترام است. با او شخص احترام نکردی، به من بیشتر در دو گفتگویت احترام کردی. بنابراین این نقص خود باید در آینده تکمیل بکنی. ایست قضا در اسلام. دوستای عزیز، جهان به شمشیر به این دین نپیوسته. جهان به برکت عدالت اسلام به این دین پیوست و در عمق جهان دین مبین اسلام جایگاه پیدا میکنه. قبل از اینکه در مابین جوامی بشری، قبل از او در دلها راه پیدا میکند محبت اسلام، عدالت اسلام. دوستای عزیز،